فکر میکنید آدم‌های پولدار فقط ماشین‌های لوکس دارن و توی قصر زندگی میکنن؟ اگه اینطوره سخت در اشتباهی. بعضی از عجیب‌ترین و غیر قابل باورترین عادت‌ها رو همین آدم‌ها دارن. امروز قراره با هم 10 تا از عجیب‌ترین عادت‌های میلیونرها رو ببینیم. بعضیاش اونقدر غیر منتظر است که باور نمی‌کنی. بریم سراغ شماره 10. خواب خیلی کم. خیلی‌ها میگن برای سال موندن باید 8 ساعت بخوابیم. اما خیلی از میلیاردرها این قانون رو کاملا کنار گذاشتن. مثلا ایلان ماسک بارها گفته شبها فقط 4-5 ساعت میخوابه و حتی خیلی وقتها روی کاناپه دفترش میمونه تا وقتی رو تلف نکنه. یا تیم کوک مدیر اپل هر روز 4 صبح بیداره. برای اونا خواب کمتر یعنی زمان بیشتر برای کار و تصمیم گیری. البته پزشکا میگن این کار خیلی خطرناکه، اما به نظر میرسه برای پولدارها ارزشش رو داره. شماره 9. غذاهای عجیب و تکراری. شاید فکر کنید ثروتمندها هر روز بهترین و گرونترین غذاها رو میخورن، اما وارن بافت با بیش از 100 میلیارد دلار ثروت تقریبا هر روز صبح رو با مکدونالد شروع میکنه و میگه بدون کوکاکولا نمیتونه زندگی کنه. خیلی از پولدارها میگن دلیلش اینه که ذهنشون رو از تصمیم‌های اضافه خالی نگه دارن. یعنی وقتی بدنت به یک روتین ثابت عادت کنه، انرژی بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های مهمتر باقی میمونه. شماره 8. لباس تکراری. مارک زاکربرگ رو حتما با اون تیشرت خاکستری معروفش دیدید. بعضیا فکر میکنن لجبازیه یا سلیقه نداره، اما خودش میگه نمیخواد وقت و انرژی رو برای انتخاب لباس هدر بده. همین عادت رو استیو جابز هم داشت با یقه اسکی مشکی معروفش. برای اونا ساده پوشی یعنی تمرکز روی چیزهای مهمتر، حتی اگه برای بقیه تکراری و خسته کننده باشه. شماره 7. مدیتیشن افراطی. مدیتیشن برای ما شاید یک کار تفننی باشه، اما برای بعضی از ثروتمندها مثل نفس کشیدنه. ری دالیو میلیاردر وال استریت میگه بدون 2 ساعت مدیتیشن در روز نمیتونه ذهنش رو جمع کنه. خیلی از مدیرهای بزرگ دنیا هم همین کار رو میکنن، چون باور دارن آرامش ذهنی تصمیم گیری مالی رو بهتر میکنه. در واقع اونها به اندازه روی ذهنشون سرمایه گذاری میکنن که ما روی حساب بانکیمون. شماره 6. سرمایه گذاری روی چیزهای عجیب. برای ما سرمایه گذاری یعنی خرید خونه یا طلا، اما بعضی از میلیاردرها پولشون رو جاهایی میذارن که باورت نمیشه، مثل خرید حیوانات کمیاب، آثار هنری عجیب یا حتی زمین روی کره ماه. بعضیا جزیره میخرن فقط برای اینکه یه جای خاص داشته باشن. برای ما شاید خیال پردازی باشه، ولی برای اونها بخشی از استراتژی ثروتشونه. شماره 5. دفترچه یادداشت همیشه همراه. بیل گیتس معروفه به اینکه همیشه یه دفترچه یادداشت همراهشه، هر جا که باشه، حتی وسط مهمونی. اگه ایده‌ای به ذهنش برسه سریع می‌نویسه. خودش میگه ایده ها مثل ماهی هستن، اگه سریع نگیری فرار میکنن. این عادت‌ها باعث شده خیلی از فکرها و اختراعات مهم فراموش نشن و تبدیل به واقعیت بشن. شماره 4. تقویم وسواسی. خیلی از پولدارها زمان رو مثل طلا می‌بینن. بعضیاشون تقویم رو دقیقه به دقیقه پر میکنن. حتی وقت دوش گرفتن یا نهار خوردن دقیقاً برنامه‌ریزی میشه. شاید برای ما سخت باشه، اما برای اونها مدیریت زمان یعنی مدیریت ثروت. شماره 3. کتابخوانی افراطی. بیل گیتس هر سال حدود 50 تا کتاب میخونه. وارن بافت میگه که 80% روزش رو صرف مطالعه میکنه. حتی وقتی سفر میرن یه چمدون پر از کتاب همراهشونه. راز خیلی هاشون همینه. اونها دائما خودشون رو با اطلاعات جدید آپدیت میکنن. شماره 2. کمک‌های خیریه‌ای عجیب. خیریه برای ما یعنی کمک به نیازمندان، اما میلیاردرها خیلی وقتها پروژه‌هایی رو ساپورت میکنن که عجیب به نظر میاد. مثلا خرید یک جزیره فقط برای محافظت از لاک‌پشت‌ها، یا ساخت مدرسه‌هایی که فقط روی رباتیک تمرکز دارن. برای ما عجیب و دور از ذهنه، اما برای اونها یه جور سرمایه‌گذاری برای آینده دنیاست. شماره 1. روتین‌های روزانه غیر عادی. خیلی هاشون عادت دارن هر روز دقیقاً یه روتین تکراری داشته باشن. مثلا هر روز رأس ساعت 7 صبح یه نوشیدنی خاص بخورن یا هر روز در یک مسیر ثابت پیاده روی کنن. شاید برای ما کسالت‌بار باشه، اما برای اونها این ثبات رمز کنترل زندگی و موفقیت حساب میشه. حالا شما بگید کدوم یکی از عادت‌ها رو میتونید توی زندگیتون امتحان کنید یا فکر می‌کنید همشون عادت‌های عجیب و بی‌فایده‌ان؟ توی کامنت‌ها برام بنویسید. برای دیدن ویدیوهای بعدی و موضوعات عجیب‌تر و جذاب‌تر حتما ما رو دنبال کنید.